مقامات تاجیکستان میگویند که اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه که از کار آن بارها شکایت میشد با چند همکارش به دزدی زیاده از 100 میلیون دلار عیبدار می شود. اسمت الله عبدالله‌زاده را ماه می امسال از وظیفه‌اش گرفتند. پیشتر گفته میشد که او 500 میلیون سومانی را به خود گرفته است، ولی در نشست خبری آژانس مبارزه با فساد در دوشنبه گفتند که مبلغ عمومی دزدی میتواند به 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی رسد. با گفته مقامات او آدمان زیر دستش از روی قانون برای به خود گرفتن یا خرج بیهوده در مقدار خیلی کلان و همچنین برای ساختکاری با مصلحت پیشکی از طرف گروه عیبدار می شوند. اسمت الله عبدالله‌زاده از سال 2016 تا ماه می سال 2025 راهبر فرودگاه بود. او روز 2 می امسال بازداشت شد. در شبکه‌های اجتماعی باشد بسیار آدمان می‌نویسند که او با خانواده پرزیدنت تاجیکستان رابطه نزدیک دارد و ممکن است با جزای سبک از جوابگری خلاص شود. تنها در نیم سال اخیر آژانس مبارزه با فساد زیاده از 1200 جنایت فسادی و اقتصادی را آشکار کرد. سال گذشته باشد سازمان بین المللی شفافیت بین المللی تاجیکستان را در میان 180 کشور دنیا در جای 162 گذاشت که نشان می‌دهد که چگونه فساد در کشور خیلی زیاد است.